خب این بار نوبت سیستم های مدیریت آب و فاضلاب در بیمارستان هستند. اگرچند که در یک ویدیو تا جای بررسی شد، ولی بازم در اینجا یک کاملتر آمده است. سیستم های مدیریت آب و فاضلاب در بیمارستان یکی از مهمترین زیرساخت های بهداشتی و عملیاتی است که تامین آب سالم، مدیریت پسمان های بیمارستانی، جلوگیری از آلودگی محیط و رعایت استانداردهای بهداشتی را تضمین می‌کند. این سیستم شامل جمع‌آوری، تصفیه، توزیع، بازیافت آب و دفع فاضلاب های بیمارستانی است. تامین و توزیع آب. منابع تامین آب بیمارستان. شبکه آب شهری اصلی ترین منبع تامین آب بیمارستان است. چاهای عمیق و منابع زیرساخت ها در مناطق فاقد شبکه آبرسانی پایدار تلقی می شود. خود سیستم های ذخیره سازی و تصفیه آب باران برای استفاده در آبیاری و مصارف غیر شرب هم ضروری هستند. اجزای سیستم توزیع آب بیمارستان مخازن ذخیره آب هستند. ذخیره آب کافی برای مصرف حداقل 48 یا 72 ساعت باید باشد. در زمان اضطراری پمپ‌های فشار قوی لازم هستند و تنظیمات توزیع یک نواخت آب در تمامی بخش‌های بیمارستان. بعضی بیمارستان چندین طبقه باید در طبقه‌های بالا هم به خوبی یک نواخت آب را برساند. سیستم‌های گرمایش آب هم مهم هستند. کیفیت آب بیمارستان باید مطابق استانداردهای سازمانی جهانی بهداشت باشد. خب مدیریت و تصفیه فاضلاب بیمارستان میایم. انواع فاضلاب بیمارستان فاضلاب عادی هستند، شامل آب، مصرف دوش ها، تولیدها، آشپزخانه ها و بخش های اداری هستند. فاضلاب عفونی و شیمیایی که حاوی داروهای باقی مانده، مواد شیمیایی، خون و ترشحات بیماران هستند و مایعات عفونی دیگر هستند. خب فاضلاب رادیواکتیوی هستند. خب ناشی از آزمایش های پزشکی و درمان های پرتو درمانی هستند. خب فرایند تصفیه فاضلاب بیمارستان: پیش تصفیه، حذف زباله های جامد و مواد معلق، جداسازی روغن ها و چربی های بیمارستانی. خب تصفیه اولیه: خب تنشینی مواد جامد، جداسازی ذرات سنگین از پسمان، از پس آب. خب تصفیه ژانویه: خب استفاده از فرایندهای بیولوژیکی، هوادهی، لجن فعال و فیلترهای بیولوژیکی برای تجزیه مواد عالی و عوامل بیماریزا. خود تصفیه پیشرفته: استفاده از مواد شیمیایی کلورازن برای کنزدایی و حذف ویروس ها و باکتری های سیستم های اسمیز معکوس و فیلتراسیون غشایی برای تصفیه نهایی آب قبل از دفع یا بازیافت. خب فاضلاب بیمارستانی پس از تصفیه باید با استانداردهای محیط زیست مطابقت داشته باشد و قبل از تخلیه به شبکه شهری ضد عفونی شود. خب سیستم های بازیافت و استفاده مجدد از آب چی هستند؟ کاربردهای آب بازیافتی در بیمارستان: استفاده برای آبیاری فضای سبز. خب بیمارستان خب استفاده در سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع به کار می رود. استفاده در فلش تولیدها اینجا میره. وقتی که آدم تولید میره دوباره همزو آب استفاده بکنه. بعضی که سایفون این چیزها رو میزنن تولید تمیز میکنه در این جایها. بازیافت آب میتواند مصرف کلی آب بیمارستان را تا 30% کاهش دهد و هزینه های عملیاتی را کم کند. خود سیستم های ایمنی و نظارت: نصب حسگرهای هوشمند برای کنترل کیفیت آب و فاضلاب. سیستم های هشدار نشت آب برای جلوگیری از هدر رفت و آسیب به ساختمان. آزمایشات منظم آب آشامیدنی و پسا بیمارستانی توسط آزمایشگاه های تخصصی باید آزمایش شوند که واقعا هیچ ضرر و هیچ
عفونت و هیچ باکتری های خطرناک در آب وجود ندارد بعد از او مصرف شوند. خب مزایای مدیریت بهینه آب و فاضلاب در بیمارستان ها: تامین آب سالم و پایدار برای بیماران و کارکنان، جلوگیری از انتشار آلودگی های زیستی و شیمیایی به محیط، کاهش هزینه های بیمارستان از طریق بازیافت آب، افزایش پایداری بیمارستان در شرایط بحرانی و بحران های آبی. خود سیستم های مدیریت آب و فاضلاب یکی از بخش های کلیدی در بیمارستان های مدرن هستند که تاثیر مستقیم بر سلامت عمومی و محیط زیست و بهره‌وری انرژی دارند. ویدیوی زیرساخت های مربوط بیمارستان همینجا به پایان میرسد. در ویدیوهای بعدی یا اپیزودهای بعدی بخش‌های کاملا متفاوت را بررسی خواهیم کرد. دوستان گرامی، در این بخش‌ها هر چی که آدم اطلاعات داشته باشد واقعا برای بقایشان، برای سلامتیشان، برای همه چیزشان واقعا ضروری است. به نظر من هر انسان، هر آدم بتوانند این معلومات پایه‌ای و از اصول استاندارد زیرساخت‌های دانشگاه یا از هر زیرساختی که باشد، مخصوصا در بخش سلامتی و شفاخانه‌ها که واقعا امر ضروری هستند که هر کدام از ما باید بدانند.